سلام علیکم تماشابینان گرامی. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را طوری این چند دقیقه تقدیمتان میکنم. پذیرا باشید سرخط خبرها. پول ملی هم کمچین شد. اقدام ضد تورمی بانک ملی تاجیکستان یا پرداخت قرض از حساب مردم. تاجیکستان امسال به 76 میلیون دلار برق فروخته است. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع معروف و زندانی سیاسی تاجیک برنده دیپلم جایزه بین المللی به نام واتساو هاول عاید به حقوق بشر شد. اگر قبلا مردم امکان نداشتند پولهای فرستاده نزدیکانشان را با همان اسعار انتقال شده دریافت کنند و با قرب غارتگرانه با سامانه می گرفتند، حالا خود پول ملی هم کمچین شده است. نه تنها پولهای انتقال شده را با این بهانه نمی دهند، بلکه در بعض نواحی مردم ماهانه و نفقه‌شان را نیز گرفته نمی توانند. بعضی کارشناسان بر این نظرند که بانک ملی تاجیکستان عمداً گردش پول ملی در بازار را کمتر کرده است تا از تورم جلوگیری کند. قبلا پس از نگهداری صنعی طولانی قرب پول ملی، بانک ملی تاجیکستان مجبور شده بود یک بار قرب سامانه را 28 درم پایان برد که در نتیجه قرب $1 از 9 سامانه و 42 درم به 9 سامانه و 70 درم رسیده بود. با اندیشه کارشناسان با نزدیک شدن آخر سال و فرا رسیدن زمان پرداخت قرضهای خارجی، حکومت مجبور به خریدن اسعار خارجی می شود که در نتیجه طلبات به اسعار بالا رفته موجب پایان روی قرب پول ملی می گردد. ظاهراً بانک ملی برای جلوگیری از این کار تصمیم گرفته است حجم پول ملی در بازار را کمتر ساخته طلبات به آن را بیشتر نماید. این کار می تواند از پایان روی با شدت قرب پول ملی جلوگیری کند، اما عاقبت بد برای اقتصاد دارد. کم شدن پول در بازار باعث کمشوی گردش مال، استحصالات و واردات می شود که ضربه مستقیم به اقتصاد کشور است. کارشناسان سبب دیگری چنین اقدام را نیز تخمین میزنند. در دوره پرداخت قرضهای خارجی امکان دارد حکومت مبلغ ضروری ندارد. بازداشتن پرداخت یک هفته‌ای پولهای انتقال داده مهاجران 50-60 میلیون دلار جمع می آورد که مبلغ کمی نیست. همین طور حکومت می تواند تا زمان پیدا کردن مبلغ لازمی پرداخت همه مبلغ را یک هفته‌ای طول دهد. تاجیکستان باید سال جاری برای پوشانیدن قرضهای کهنه بیش از 1,211 میلیون 600 هزار سامانی معادل زیادتر از 125 میلیون دلار مصرف کند. بیش از 40% پرداخت‌های قرضی تاجیکستان به 5 سال آینده راست می آید. انتظار می رود قرض خارجی کشور امسال 235 میلیون دلار افزایش یابد. در برنامه دولتی قرضهای خارجی برای سال 2019 که حکومت آن را تصدیق کرده است و پیش بینی نشان دهنده ها برای سالهای 2020-2021 گفته می شود، حجم قرض خارجی کشور در سال 2019 3 میلیارد و 108 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. پیش بینی می شود در 3 سال آینده افزایش قرض خارجی تاجیکستان 714 میلیون دلار را تشکیل دهد. همینطور طبق پیش بینی حکومت قرض خارجی کشور در آخر سال 2020 به 3 میلیارد و 327 میلیون دلار و در آخر سال 2021 به 3 میلیارد و 441 میلیون دلار می رسد. در 8 ماه سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه به مبلغ 76 میلیون دلار برق صادر کرده است. طبق اطلاع مقامات حجم صادرات برق در مقایسه به همین دوره سال گذشته 22.8% افزایش یافته است. در همین دوره سال گذشته مبلغی به دست آمده از صادرات کمی بیشتر از 62 میلیون دلار را تشکیل داده بود. در همین حال از حجم برق صادرات شده اطلاع داده نمی شود. تنها گفته شده است که برق به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان فروخته شده است. قبلا گفته می شد که در نیم ساله اول سال جاری حجم برق صادرات شده به 1 میلیارد و 257 میلیون و 400 هزار کیلووات ساعت رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 314 میلیون و 200 هزار کیلووات ساعت بیشتر است.
گفته می شود صادرات برق به حسابهای شرکت مونوپولیستی برق تاجیک 230 میلیون سومانی یا 23 میلیون 700 هزار دلار بوده است. طبق اطلاع وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی کشور در سال 2018 به خارج بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات شده است که مبلغ عمومی به دست آمده از آن حدود 77 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. هر کیلووات برق به افغانستان با مبلغ 4.11 سنت و به ازبکستان 2 سنت فروخته شده است. در همین حال مخالفین حکومت امامعلی رحمان را به دزدی پول برق متهم می‌کنند. از جمله محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن یک برآمد مستقیمش گفت دلایل در دست دارد که مبلغ‌های برق صادرات شده به خارج راست به حساب‌های آفشاری عائله امامعلی رحمان می‌رود. یک خبری خوش. وکیل مدافع و زندانی سیاسی تاجیک بزرگمهر یاروف برنده دیپلم جایزه بین المللی به نام واتسلاو هاول عاید به حقوق بشر شد. این بار نخست است که نماینده تاجیکستان به چنین یک مکافات بین المللی سزاوار می گردد. جایزه اول را عالم و محافظ حقوق بشری مردم اویغور الهام توختی و سازمان ابتکار جوانان برای حقوق انسان در منطقه بالکان سزاوار شدند. مؤسسان جایزه به نام واتسلاو هاول سازمان حقوق بشر پیوپل ایناید از جمهوری چک و شورای اروپا می باشند. به برندگان جایزه اول به مبلغ 60,000 یورو سپرده شد. اخیراً وکیل مدافع تاجیک بزرگمهر یاروف برنده جایزه بین المللی به نام فیض‌نسا واحدوف شده بود. این جایزه را در روزهای کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشاو از نام وکیل زندانی تاجیک به برادرش جمشید یاروف سپرده شد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدوف گزارش می‌دهد. در یک ثبت آدیویی که دسترسی بخش ازبکی رادیوی آزادی شده است شنیده می شود در آن شهرت غنیف رئیس ولایت فرغانه ازبکستان دستور می دهد تا رئیسان ناحیه و جماعت‌ها معرکه ضد حجاب و ریش را آغاز کنند. این ثبت در جلسه حکومتی ولایت فرغانه ثبت شده است و در آن شهرت غنیف از منصبداران ناحیه ها طلب می کند که درباره کار خود حسابات دهند. رئیس ولایت فرغانه داد زده می گوید اکثریت حجاب و ریشداران ساکنان قوقند، فرغانه و مرغلان هستند. 386 نفر ریشدار به قید گرفته شده است. نوبکاران به ریش‌های خود اهمیت نمی دهند. علاوه بر این 851 زن و دختر حجاب پوش در قید هستند. با آنها کارهای فهماندهی گذرانیده شد. دیرتر 300 تن آنها سیمای ظاهری خود را تغییر دادند. با گفته رئیس ولایت فرغانه برای تشکیل جایهای نمازخوانی در اداره‌های دولتی قانونگذاری ازبکستان جوابگری پیش بینی کرده است. شهرت غنیف با تهدید میگوید اگر من در جلسه های شما زن حجابداری را ببینم آن روی مال را گرفته به دهانتان خواهم انداخت. برای من فرق ندارد که وی رئیس محله، آموزگار، صاحبکار یا وکیل مجلس محلی است. اما امروز رسانه‌ای شد که شهرت غنیف از پارلمان، رئیس جمهور و مردم ازبکستان عذر پرسیده است. در نشست کمیسیون آداب عالی مجلس پارلمان ازبکستان امروز سخنهای او درباره مبارزه با ریش و حجاب بررسی شدند. وکیلان پارلمان به حاکم فرغانه آگاهی قطعی داده به او 3 ماه مهلت آزمایشی دادند تا اصلاح شود. شهرت غنیف به گناهش اقرار شده در حضور وکیلان از پارلمان، رئیس جمهور و مردم کشورش عذر خواسته است. او گفته است من به همه نمود جزا آماده‌ام. خانواده من لباس سنتی می‌پوشد. خود من هم در خانه لباس سنتی می‌پوشم. من از مردم، وکیلان و رئیس جمهوری کشور عذر می‌پرسم. طبق اعلان غیر رسمی کمیسیه رای پرسی و انتخابات افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز شنبه 28 سپتامبر از 9.5 میلیون انتخاب کننده همگی 2 میلیون نفر شرکت کردند و خلاص. این در حالی است که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان سال 2014 7 میلیون نفر آواز داده بودند. بنا به گزارش کمیسیه رای پرسی و انتخابات افغانستان از 34 ولایت افغانستان در 12 ولایت زنان در انتخابات پرزیدنتی اصلا اشتراک نکردند. در ولایت‌های دیگر هم شرکت زنان در انتخابات حتی در کابل فعالانه نبوده است.
شرکتی کمی انتخاب کنندگان با وضع ناآرامی کشور و تهدید جنبش طالبان در مورد حمله موشکی و انتحاری به مرکزهای آوازدهی ربط داده شده است. حالانکه حکومت افغانستان برای تامین امنیت قطعه‌های آوازدهی بیش از 72,000 نفر نیروی علاوگی نظامی را جلب کرده بود. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. طبق برنامه کمیسیه رایپرسی و انتخابات افغانستان نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان خواهد شد. نتیجه های نهایی را روز 7 نوامبر اعلان می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسم بهره برداری از ناو کینال آدا چهارمین ناو ملی این کشور اعلام کرد که ترکیه یکی از 10 کشور برتر و قادر به طراحی، ساخت و تولید ناو جنگی با امکانات ملی است. در همین راستا او افزود ترکیه در سالهای 2011، 2013 و 2016 به ترتیب ناوهای هیبلی آدا، بویوک آدا و برگاس آدا را به آب انداخته است. اردوغان ضمن تشکر از همه کسانی که در طراحی، تولید و ساخت این ناو فعالیت داشتند ابراز امیدواری کرده گفت امید داریم بهره برداری از آن برای دولت و ملت ترکیه خیر و برکت به همراه داشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه همچنین اظهار داشت رویدادهای اخیر دنیا و مدیترانه شرقی نشان می‌دهد که تقویت حضور ما در این دریا مانند دیگر حوزه‌ها لازم است. موفقیت‌های ترکیه در زمینه صنعت دفاعی طی سال‌های اخیر باعث شده که به استقلال و آینده خود مطمئن‌تر باشد. تحولات مربوط به پروژه جنگنده F-35 که ما نیز بخشی از آن بودیم، قاطعیت ما در این زمینه را بیش از پیش افزایش داد. همانطور که پهپادهای مسلح و ماهواره‌های ملی خود را توسعه داده به پرواز درآوردیم، انشاءالله جنگنده ملی خود را نیز خواهیم ساخت. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر و اندیشه های خود را درباره نوار فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.